وقتی با شوق زندگی میکنی زندگی آسون میشه. وقتی با نگرانی زندگی میکنی نگرانی سخت میشه. بسیار بسیار دقیق و درسته. بعد تو نگاه میکنی به من میگی خب منم اگه زندگی تو رو داشتم آسون زندگی میکردم. تو هم اگه مثل من با شوق از خواب بیدار شی، مدیتیشن تو بکنی، حواست به قلبت باشه، آسون زندگی خواهی کرد. هیچ کس از آسون شروع نکرد، هیچ کس از زیبا شروع نکرده. هممون باید بخوریم به ته خط، بخوره سرمون به سنگ تا بیدار شیم. بعضیامون زودتر، بعضیامون باید 100 بار سرمون به سنگ بخوره. هر موقع شروع کردی با شوق زندگی کردن، زندگی آسون میشه، درا برات باز میشه. شوخی نداره، زندگی قانون داره، شوخی نداره. زندگی بازی نداره. زندگی این نیست که آخه تو قانون جاذبه رو دوست داری، باور داری بهش یا نه. اگه باور نداری که خب نه، برای تو نه. قانون جاذبه چه به کسایی که برای فیزیک اعتقاد دارن چه کسایی که ندارن یکسان کار میکنه. قانون جذب، قانون این که تو هم فرکانس احساس خودت رو بیشتر دریافت خواهی کرد، چه بخوای چه نخوای کار میکنه. میتونی ازش خوب یا بد استفاده کنی. مولانا میگه گر به فهمایی آن ایوان توست، گر به جهلایی آن زندان توست. و این عذابا چراغای سر راهتن و این چراغا رو اگر نبینی از مسیر خارج میشی و بعد میگی مسیر کن. پیام قلبتونه از کارت بیا بیرون، از این رابطه کوفت زهرماری که توش خودتو بیچاره کردی بیا بیرون، از این رابطه‌ای که نه توش بغلی هست، نه مهری هست، نه خوشی هست، نه زیبایی هست، نه خنده‌ای هست، هیچ چی توش نیست. بیا بیرون. آخه اگه بیام بیرون خانواده چی میگه، جامعه چی میگه، پولک کجا بیارم؟ پس تو داری پیام قلبتو گرفتی، حالا داری با ترسات این پیامو چک میکنی که ببینی پیام قلبت به ترسات جور در میاد یا نمیاد و هیچ وقت در نمیاد. چون اصلا ترساته که این شرایطو برات ایجاد کرده.